خب دوستان 22 ژانویه 2026 برف فوق سنگین تو دوشنبه تاجیکستان و سرمای بسیار زیاد که خیلی خیلی واقعا سرده، یخبندونه. با این وجود اکثر مغازه ها بازن و زندگی در جریانه و مشکلی نیست و خیلی هم دلنشین هست. بانک‌ها دارن کار میکنن، مدارس حتی تو این برف هم تعطیل نبودن رسما به جایی که من میدونم. و کلا اینجا راحت تعطیل نمیشه. بریم جلو. تو اینجای کارواش بودش و اینم یه مغازه نونوایی هستش که در واقع نونهای فانتزی و خوشمزه زیادی داره اینجا. و این جلو درختای زیبا دارن برف رو. خب کارواش اینجا بود، من سرم پایین بود ندیدم. اینم کارواش. خب حله. کافه هم اینجاست که سنتیه. یعنی تو برف چه حالت قشنگی گرفته به خودش. البته خب کسی نیست قطعا اینجا، بیرونش کسی نیست، داخلش تو نمیدونم.